اگه شما هم عاشق چشیدن طعم غذای مختلف هستین، پس باید این ویدیو رو تا انتها ببینید، چون توی این ویدیو میخوام 10 تا از خطرناکترین غذاهای دنیا رو بهتون معرفی کنم. در سراسر جهان گشت و گذار در عالم غذاهای مختلف یک تجربه هیجان انگیز و ماجراجویانه است. اما باید حواسمون باشه که در کنار تجربه این غذاها با خطرناکترین اونها مواجه نشه. غذایی که ممکنه ظاهر زیباشون ما رو فریب بدن و باعث مسموم شدن یا حتی مرگ بشن. بریم که با هم این 10 مورد رو ببینیم. شماره 10. میوه آکی. این میوه در بسیاری از محبوب ترین و پرطرفدارترین غذاهای جامائیکا استفاده میشه. اما اگه قبل از کامل رسیدن میوه مصرف شه، باعث میشه فرد استفراغ‌های شدید داشته باشه یا به کما بره و در بدترین حالت بمیره، چون میوه نرسیده حاوی سمی به نام هیپوگلیسینه. حالا از کجا بفهمیم که این میوه رسیده است؟ اگه میوه کاملا رسیده باشه، قرمز میشه و به صورت طبیعی باز میشه. هسته‌های سیاه این میوه هم همیشه سمیه، پس اگه به جامائیکا رفتید هرگز لب به هسته‌های این میوه نزنید. در رتبه 9 خطرناکترین غذاهای دنیا ریواس قرار داره. شاید از خودتون بپرسین چطور ممکنه یک گیاه که این همه در غذاهای مردم جهان استفاده میشه یا حتی به صورت خام مصرف میشه خطرناک باشه. علتش اینه که تنها ساقه ریواس خوراکی و برگ‌های اون حاوی ماده سمی اگزالیک اسیده که خوردن 5 کیلوگرم برگ ریواس میتونه ما رو به کشتن بده، در حالی که تنها یک برگ اون ما رو مریض میکنه. قبل از اینکه راجع به این غذا که هممون باهاش خاطره تلخی داریم صحبت کنم، اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید. و اما 8مین مورد، سوپ خفاش. این سوپ تنها برای یک نفر کشنده نیست، بلکه اگه یک نفر اون رو میل کنه میتونه تعداد زیادی از مردم رو به کشتن بده. چرا که گفته میشه ویروس کرونا که در سال 2020 به یک پاندمی جهانی تبدیل شده بود، از این سوپ ریشه گرفته. همچنین گفته میشه خفاش‌ها ناقل بیماری‌هایی نظیر ایبولا یا ایدز هستن. خفاش مزه مرغ میده، پس شاید خوب باشه اگه طرفدار این سوپ هستین اون رو با مرغ جایگزین کنید. صدف‌های خونی. صدف معمولی میتونه به شدت فرد رو بیمار کنه. حالا تصور کنیم که این صدف خونی باشه. این غذا در شانگهای خیلی طرفدار داره و علت نامگذاریش اینه که مدت بسیار کوتاهی پخت میشن، حدود 20 ثانیه، و به نوعی غرق در خون هستن. این صدف‌ها سرشار از باکتری اند. هر سال 30,000 نفر به علت خوردن صدف خونی بیمار میشن و نزدیک به 30 نفر از اونها میمیرن. به همین علت این غذا در چین ممنوع شد و آشپزی که این غذا رو طبخ کنه 10 برابر درآمد سالیانه خود جریمه میشه. کاساوا. کاساوا نوعی دسر یا اسنک در برزیل محسوب میشه که سرشار از کربوهیدرات و گفته میشه طعم خیلی خوبی داره. اما این ماده مغذی منبعی از سیانور نیز هست. مقدار سیانور موجود در 1 کیلوگرم کاساوا میتونه یک گاو رو از پا در بیاره. برای خارج کردن سم به شدت توصیه میشه که اون رو به صورت پودر درآورده و بعد بجوشانید. در رتبه 5 خطرناکترین غذاهای دنیا بادام قرار داره. جالبه بدونید که بادام داخل آجیل نیست و در واقع هسته نوعی میوه محسوب میشه. بادام های تلخ میزان زیادی هیدروژن سیانید دارن که بسیار مهلکه. فقط یک مشت بادام تلخ میتونه انسان رو بکشه، اما برای اینکه خیالتون رو راحت کنم راهی وجود داره که میشه با گرما دادن این سم رو از بادام خارج کرد. به همین خاطر فروش بادام های تلخ خام در هر نقطه از جهان ممنوعه. تا اینجای ویدیو 2 مورد بود که به صورت معمول توی زندگیمون باشون سر و کار داشتیم. اما حاضرم شرط ببندم موردی که میخوام در ادامه بگم حتی تصورش هم نمی کردیم که جز خطرناکترین غذاها باشه. شماره 4. گیلاس. در واقع گوشت گیلاس سمی نیست، اما هسته اون 2 برابر میزان سیانور لازم برای مرگ یک انسان رو در بر داره. البته اگه هسته رو درست قورت بدید مشکل خاصی پیش نمیاد، ولی اصلا امتحان نکنید چون ممکنه تو گلوتون گیر کنه.
بسیار جدی هم هشدار داده میشه که هرگز یک هسته رو در دهان خودتون نشکنید یا گاز نزنید. قارچ‌های سمی. تقریبا به جز قارچ‌های سوپرمارکت به قارچ دیگه‌ای نمیشه اعتماد کرد. برای مثال سالیانه تعدادی از انسان‌های جهان جان خودشون رو به این خاطر از دست میدن که بعد از خوردن قارچ اینکی کپ نوشیدنی الکلی مصرف کردن که واکنش‌های الکل و ترکیبات این قارچ نوعی فرآیند کشنده است. تعداد زیادی هم سالیانه جان خودشون رو به علت خوردن قارچ دسکپ از دست میدن، چرا که شباهت زیادی با قارچ‌های سوپرمارکت داره. این آمار بزرگترین دلیل مرگ بر اساس مسمومیت اتفاقی محسوب میشه. پس کلاً هیچ وقت قارچ رو خارج از فروشگاه استاندارد تهیه نکنید. شماره 2. سیب زمینی. به عنوان یکی از محبوب‌ترین مواد مغذی و ارزان‌ترین اونها، سیب زمینی در تمام جهان محبوبیت داره. اما ریشه ها و برگ سیب زمینی و زائده های اون بسیار سمی هستن. به همین علت به شدت توصیه میشه که سیب زمینی هایی که سبز رنگ شدن یا زائده های روی اونها رویده است رو دور بندازیم. در غیر این صورت شما رو درگیر بیماری های مختلفی میکنه که یکی از اونها فلجی و سپس مرگ. خوشحال میشم توی کامنت ها بهم بگین تعداد غذاهایی که میشناختین بیشتر بود یا اونایی که نمیشناختین. و اما میرسیم به اولین و خطرناکترین غذای جهان، ماهی بادکنکی یا فوگو. این ماهی از نظر بعضی از مردم ظاهری بامزه داره و به خاطر همین دوست دارن طعمش رو امتحان کنن. البته قسمت‌های از این ماهی خوراکیه. این ماهی در بسیار رستوران‌های سنتی ژاپن به عنوان فوگو سرو میشه. همچنین پوسته این ماهی و ارگان‌های اون حاوی یکی از کشنده‌ترین سم‌های جهانه. افرادی که با این ماهی مسموم میشن فلج میشن و فرآیند فلج شدن رو به خوبی حس میکنن و بعد از اون خفه میشن. تا به حال هیچ پادزهری برای این سم کشف نشده. 3 سال طول میکشه تا یک آشپز ژاپنی به مهارت اینکه این غذا رو سرو کنه برسه و تنها 1/3 اونها این آزمون رو با موفقیت طی میکنن.